دروغ شاخدار حجت الاسلام دانشمند. حضرت رسول بارها و بارها فرموده، اینو سنی هم اتفاقا نقل کردن. حضرت رسول فرمود یک زمانی بیاد که اسم اسلام فقط در بین عرب بمانه، ولی اصل اسلام و حقیقت اسلام در ایران بشه، یعنی مرکز اسلام شهر فارسا. بینندگان عزیز، متاسفانه دروغگویی و دروغ بافی هم حد و اندازه‌ای دارد که این آخوند و امثال وی هیچ حد و مرزی را در آن رعایت نمی‌کنند. در کدام کتاب اهل سنت چنین روایتی نقل شده است و کدام یک از علمای اهل سنت این روایت دروغین را تایید نمودند؟ مگر بسیاری از علما و مراجع شما که آنها را امام و مقدس می‌دانید و اسلام آنها را تنها اسلام ناب و خالص می‌پندارید، آیا آنها مدعی سید و فرزند پیامبر بودن نیستند؟ مگر سید و فرزند پیامبر عرب نیست؟ یا اینکه آنها دروغ میگویند و سید نیستند و یا اسلام آنها اسلام حقیقی نیست؟ آیا بسیاری از علما و مراجع شما در کشورهای عربی همچون عراق و لبنان زندگی نمی کنند و بزرگترین و با قدمتترین حوزه شیعه در کشور عربی عراق نمی باشد؟ شاید هم این برگرفته از حس عرب ستیزی شیعیان صفوی می باشد. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریده ایم و شما را تیره ها و قبیله هایی قرار داده ایم تا یکدیگر را بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما نزد الله با تقواترین شماست، همانا الله دانای آگاه است.